خدمت شما بینندگان نهایت عزیز، خوش آمدید به برنامه معرفی کتاب این هفته ما. چگونه با واقع نگری می توانید به افکار و رفتارهایتان بنگرید و از باورهای ناسالم رها شوید. خودتان را بهتر بشناسید. نویسنده دکتر دیوید جی لیبرمن، مترجمان شمس الدین حسینی و الهام آرامنیا که به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول زمان آن فرا رسیده که تغییر و پیشرفت کنید. بخش دوم هنوز به پایان نرسیده است. چاپ چهارم سال 1398 که دارای 439 صفحه می باشد و موضوع خودتان را بهتر بشناسید، خودشناسی، رفتارشناسی و خودباوری هست. چرا خودم را در موقعیت‌هایی می‌بینم که احساس می‌کنم کنترل بر آنها ندارم؟ می‌ترسم در موقعیتی قرار بگیرم که باید واکنش از خودم نشان دهم، اما گیج و سردرگم می‌شوم و نمی‌دانم چی کاری باید انجام دهم. شک دارم که بتوانم آنچه از من توقع دارند را انجام دهم و این که رفتارم به خودم و دیگران آسیب بزند. احساس می‌کنم احتمال دارد ناگهان فراموش کنم که باید در یک شرایط بحرانی چگونه رفتار کنم. چی باید کرد؟ یک، هر زمانی که می خواهید کار انجام دهید همیشه این 3 سوال را از خودتان بپرسید. رفتارم چی تأثیری بر دیگران دارد؟ درک کنید که در سطح هیجانی هر کاری که انجام می دهید بر طرف مقابل تأثیر میگذارد. پرسیدن این سوال موجب می شود فقط بر نیازهای خودتان تمرکز داشته باشید و سطح آگاهی خود را نسبت به تأثیری که رفتارتان بر دیگران دارد بالا ببرید. آیا این رفتار نشان دهنده همان فردی هست که می خواهم باشم؟ اغلب رفتارهای منفی ما واکنش نسبت به شرایط لحظه‌ای هست. اگر فقط یک لحظه به این موضوع که چی نوع فرد می خواهیم باشیم فکر کنیم، رفتارمان را تغییر خواهیم داد. می خواهیم چی تأثیری روی دیگران بگذاریم و چگونه هم افراد می توانند از رفتار بهره‌مند شوند. شما باید درک کنید که مغزتان در آن لحظه انتخاب دیگری نیز دارد. کتاب حاضر روش کامل برای خودشناسی و رفتارشناسی هست. 100 رفتار ذکر شده که یکی از ارزشمندترین محبت‌های شما را آشکار می‌سازد که همان خود واقعیتتان هست. هنگامی که در مورد خود و دنیای درونتان آگاهی بیشتری به دست بیاورید، احساس نشاط و شادابی بیشتری نسبت به گذشته تجربه خواهید کرد. در اخیر تشکر میکنم از مسئولین کتابخانه عرفان بابت همکاریشان. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد با درود بدرود.